در مورد خبر 260 کشته در مرز ایران که گفته بودند مرزبانان به مهاجرین شلیک کرده بودند و اونا رو به رگبار بسته بودند، ظاهرا جزئیات جدیدی اومده که با هم میبینیم. ایشون آقای رزاق مامون هستند، یک ژورنالیست حرفه‌ای که بعد از چند روز با روشن شدن ابعاد جدیدی از این خبر اومدن و حرفهایی رو به نقل از یکی از کسانی که آگاهی در این موضوع دارند حرفایی رو مطرح کردن که با هم دیگه میبینیم و میشنویم. الان همون که 300 نفر کشته شده یک سند وجود ندارد. سمیع یوسفزی می نویسه که در واقع اینمی اتفاق در ایران رخ نداده که صدها نفر در جایی است که مثلا صدها نفر این رقم قاچاقی سفر نمیکنن، این در جایی هم دیده نشده. یک یا دو نفر همیشه در راه جان خود از دست میده. او مرگ دو نفریم که طالب اعلان کرد، گفت که اینک آوردیمش به داخل افغانستان، اونمو دو نفر هیچ ربطی به خبری که در سراوان نشر شده بود ربطی نداشت. ویدیوها همگی جعلی است، با وسیله یک خبرگزاری ناشناس پخش میشه که توسط یهودیات تمویل میشه. یعنی ادعای سمیع یوسفزی است. بسیاری از افغان ها تحت تاثیر تبلیغات دروغین خبرگزاری های مشهور قرار میگیرن، این ویدیوهای جعلی را باور میکنن. خود چی است هدف از تبلیغات؟ برپایی تظاهرات خشمالود برای دفتر دیپلماتیک ایران در کابل، مزار شریف، هرات بود، اما به هدف نرسیده. بعضی از افغانستانی های مقیم اروپا هم میسوسو خود، البته سمی یوسفزی از او به نام افغانای بیکار نام برده. میگه بدون درک واقعیت در مقابل سفارتخانه ایران تجمع کرده، از اصل قضیه خبر نداره.